گفتم چشماتو به من کف توش نره. دیگه بزرگ شدم. میرم تو 11 سال. یه دفعه الان تق مامانه میاد. نیا بیرون، نیا تو. بشین. لخرم تو نیا. شهاب حسینی بازیگر بسیار درجه یک. خب این دومین فیلمی بود که ما داشتیم با هم کار میکردیم. قبلا توی جدایی نادر از سیمین هم من شهاب با هم کار کردیم و اینجا بسیار نقش سختی هم داشت. قبلی عقب بوده ذهنی بازیکنه. آقای مازیار میری کارگردان که من این دومین همکاریمه که باهاش انجام میدادم. قبلا تو سریال گاف صندوق با هم کار میکردیم. مدلش اینه که کاراکتراش توی لایه‌های پنهان فیلم باید کشیده بشن بیرون. ما توی پیشداری کلی صحبت کردیم و روی چشمای شهاب که حتی لنز براش گذاشتیم، روی ابروهاش، دور چشماش و حتی موهاش خیلی کار کردیم. خوشحالم که تجربه گیریم فیلم حوض نقاشی رو باهاتون به اشتراک گذاشتم. امیدوارم این نکات براتون کاربردی بوده باشه. فعلا خداحافظ.